اجلاسه 16 شورای عالی کی برگزار شد؟ 16 نوامبر سال 1992 در کجا برگزار شد؟ در شهر خوجند، در قصر ملت ورانخوجه رایون خوجند. 16 نوامبر. چندو؟ 16 نوامبر. 16 نوامبر باید تولد شدگی های برگزار شده است. بسم الله کام ترسل. 16 نوامبر سال 92 سال در شهر خوجند قصر ارباب بود. اجلاس 16 دو روز پیش بود. اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان آها کی برگزار شده است؟ دو روز پیش بود داخل. امروز چندم؟ امروز 14 14 12 با بودن. انیق ها 16 نوامبر سالی؟ سال جدید نیستن. 16 نوامبر سال 91. نمیدونم. 16 نوامبر سالی؟ سال 92 تو کی دوام کرد؟ قریب 10-12 روز دوام کرد در فعلا کجا برگزار شد؟ در خوجند. اجلاس 16 نوامبر سال 1999 گذرانده شده است در شهر خوجند. اجلاسیای 16 شورای عالی سال 1992 باشد در قصر ارباب بله. در ولایت حاضر سوخت. برای چه آن را سرنوشت ساز نکرد؟ برای که تقدیر ملل را حل کرده است. برای که پرزیدنت حاضره یعنی جناب عالی رئیس شورای عالی قبول شد. پرزیدنت ما رئیس شورا اعلام گردید. از 197 وکیل 2 نفرش نبودند. به طرفداری امام علی رحمانوف آغاز دادن این اجلاسیه تقدیرساز ملت تاجیک شد. چون که ملت تاجیک را از ورطه نابودشوی نجات داد. برای اینکه فوندامنتی برقرار شوی ملت تاجیک همون سه قبول کرد. یعنی اساسی یعنی اگر این اجلاسیه نمی بود اگر ما مستقل نمی شدیم ما صاحب دولت نمی شدیم. برای همین این چیزی که میگویند این اجلاسیه تقدیر ساز است. چونکه همون سال یکمین بار بعد همون سالهای برادرکشی سالهای جنگ‌های برادرکشی جنوب قبول کردن و پرزیدنتی قبول کردن. همون که صلح و وحدت همون و قرار کرده تاجیکستان صاحب استقلال شد و ما این روزهای نقض برسیدیم. قرار اساسی این انتخاب رئیس مجلس عالی محترم پرزیدنت وزرا امام رحمان بود. همچنین بعد قانون و پرچم و نشان و سام بود.